دو روز قبل بنگلادش 7 فوریه سال 2016 مدیر بانک مرکزی از آسانسور در طبقه 9 پیاده شد. اومده بود مشکلی که چند روز پیش به وجود اومده رو حل کنه. پرینتری که قرار بود هر روز به صورت شبانه روزی کار کنه و گزارش تراکنش‌های بانکی را چاپ کنه، چند روزه که کار نمی‌کنه. چند ساعت درگیر درست کردنش شدن و بعد با تلاش زیاد نتیجه موفقیت آمیز بود و پرینتر شروع به کار کرد. پرینتر شروع کرد به چاپ کردن تراکنش‌های عقب مونده. تراکنش‌هایی که موقع خراب بودنش انجام شده بود. برگه ها یکی یکی بیرون می اومدن. اما به نظر مشکلی وجود داره. عدد تراکنش‌ها خیلی بالا بود. 35 میلیون دلار، 25 میلیون دلار، 21 میلیون دلار. و همینطور این عددها ادامه داشت. عجیب‌ترین قسمت قضیه اینه که تمامی این انتقالات از خود دولت و بانک بنگلادش بود که به بانک‌های مختلف در سراسر جهان رفته بود. مطمئناً هیچ کس از بانک مجوز اونها رو نداده بود. مبلغ این سرقت 951 میلیون دلار بود. Bank employees tried to stop payments, but it was too late. بنگلادش نزدیک به 1 میلیارد دلار پول از دست داده بود. و توی این لحظه بود که بزرگترین سرقت سایبری جهان انجام شده بود. اما سوالی که به وجود میاد اینه که چطوری؟ برای فهمیدنش باید برگردیم به 9 ماه قبل. فیلیپین 9 می سال 2015. بیشتر از 3000 کیلومتر اونورتر 4 مرد وارد بانک RCBC واقع توی خیابون جوپیتر فیلیپین شدند. هر کدوم یک حساب باز کردن. 500 دلار رو داخلش گذاشتن و رفتن. از بانک خارج شدن و دیگه هیچ وقت هم بر نگشتن. برگردیم به بنگلادش. این کشور از نظر اقتصادی توی روند خوبی بود. اقتصادش رو به پیشرفت بود و مردم دیگه مثل قبل زندگی نمی کردن و روزانه معاملات بزرگتری انجام می شد. مردم هر روز نسبت به روز قبل بیشتر به بانک‌ها می رفتن. یک عده برای سرمایه گذاری، یک عده برای انتقالات داخلی، عده هم برای انتقالات و معاملات خارجی. این یعنی بانک هم نسبت به قبل پول بیشتری داشت. 8 ماه بیایم جلوتر، یعنی دقیقاً 1 ماه قبل سرقت. یکی از کارکنان بانک خیلی عادی توی محل کارش نشسته بود و داشت ایمیل هاشو چک میکرد. اون عین بقیه روزها برمیگرده به خونه، غرض از این که روی یک ایمیل ویروسی کلیک کرده و این باعث شده که یک بد افزار روی سیستم بانک نصب بشه. This virus allowed the attacker to log into the system and gain access to the internal workings of Bangladesh Bank. اونها میتونستند از کارکنان بانک جاسوسی کنند، کارهای بانکی رو زیر نظر بگیرند، وارد عملیات‌های بانکی بشن. کلی بگم اونها میتونستند هر کاری کنند. فقط مسئله زمان پیش روشون بود. نمیخواستن سرسری و با عجله کاری کنند که ناقص باشه. پس به خودشون 1 ماه زمان میدن تا حسابی بانک رو زیر نظر بگیرن. 1 ماه بیایم جلوتر. روز 5 شنبه، زمانی که بانک برای آخر هفته ها تعطیل میشد و کارکنان بانک داشتن میرفتن به تعطیلات آخر هفته. هکرها برای آخرین بار وارد سیستم میشن. خب همینجا بذارید راجع به پلتفرم سویفت یک سری توضیحاتی بدم که لازمه راجبش بدونیم. سویفت یک شبکه ارتباطی بین المللیه که بانک‌ها و مؤسسات مالی از اون برای انجام نقل و انتقالات مالی استفاده می‌کنند. به زبون ساده‌تر، وقتی که یک بانک میخواد پولی رو به یک بانک دیگه توی خارج از کشور بفرسته، میاد و از شبکه سویفت استفاده میکنه. یک سری پیام‌هایی میده که داخلش اطلاعات مربوط به تراکنش هست. صرفاً هم فقط اطلاعات تراکنشه، نه پول تراکنش. و البته خیلی امنیت بالایی داره. حالا سارق‌ها به شبکه سویفت بانک دسترسی دارن. از همین طریق
35 تراکنش به مبلغ 951 میلیون دلار به بانک فدرال رزرو نیویورک ارسال می‌کنند. هکرها سارق‌های تازه وارد و کم تجربه ای نبودند. همه کارهاشون با برنامه‌ریزی بود. این که نیویورک رو انتخاب کرده بودن هم بی دلیل نبوده. دلیلش این بود که کشور بنگلادش سپرده‌های با ارزشش رو برای انتقالات بین المللی توی اون بانک نگه می داشت. هکرها هر 35 درخواست رو میدن و میگن که این پولها رو بفرست به حساب‌هایی که میگیم. حساب‌هایی که داخل سراسر آسیا یا حتی سراسر جهان پخش بود. یادمون نره که همه این ماجراها داره روز جمعه اتفاق میفته. روزی که توی بنگلادش تعطیله ولی توی آمریکا آخرین روز کاری هفته محسوب میشه. نیویورک هم به قضیه شک نمیکنه، چون که از طرف سویفت تراکنش ها مهر تایید خورده بودند. 2 روز بعد صبح یکشنبه کارمندهای بانک بنگلادش برگشتن سر کارشون. میبینن که پرینتر کار نمیکنه. پرینتری که به شبکه سویفت متصل بود و هر روز نقل و انتقالاتی که انجام میشد را چاپ میکرد. هکرها تونسته بودند راه ارتباطی پیام تراکنش به پرینتر رو مختل کنند. به همین دلیل پرینتر فقط برگه سفید چاپ میکرد. After repairing the printer, realizing the problem and quickly trying to call the Federal Reserve Bank of New York to cancel the transaction. But we all know that New York is closed on Sundays. یک شنبه ها نیویورک تعطیل بود. اونها باید تا دوشنبه صبر میکردند. دوشنبه شد و کارکنان بانک نیویورک برگشتن سر کارشون. بانک بنگلادش تماس میگیره با فدرال رزرو تا هر چه سریعتر جلوی این انتقالات گرفته بشه. و قطعاً اون زمان دیگه خیلی دیر شده بود. اما اونها خیلی خوششانستر از این حرفا بودن، چون که سیستم خودکار فدرال رزرو به دلیل یک کلمه مشکوک 30 تراکنش از 35 تراکنش رو انجام نداده بود و به حالت تعلیق در آورده بود. همه انتقال‌ها قرار بود در نهایت به اون بانکی برسند که توی فیلیپین و داخل خیابان جوپیتر بود و این دقیقاً همون باگ کاره. The word Jupiter was a red line for international banks. Because it was the name of a shipping company that was sanctioned by the US government for circumventing sanctions and cooperating with Iran. این صرفاً یک تشابه اسمی بود، ولی چون سیستم به صورت خودکار کار میکرد، این کلمه براش ممنوعه تعریف شده بود. هکرها همه کارهاشون را عالی انجام داده بودند. اما همین یک اشتباه، یا شاید بهتر باشه بگم همین یک بدشانسی 870 میلیون دلار رو پروند. بانک بنگلادش زمانی که با فدرال رزرو تماس میگیره 30 درخواستی که به حالت تعلیق در آورده بودن رو کنسل میکنه. اما هنوز 5 درخواست باقی مونده. 5 درخواست به مبلغ 101 میلیون دلار که توسط سیستم مشکلی نداشتن و نهایی شده بودند. از اون 5 تراکنش 4 تاش قرار بود مستقیم به حسابهای باز شده توی فیلیپین برن و تراکنش پنجم به مبلغ 20 میلیون دلار به یک بانک توی سریلانکا. بانک سریلانکا هم قرار بود اون 20 میلیون رو به یک حساب خیریه بزنه، حسابی که در واقع جعلی بود. اسم این بنیاد جعلی شالیکا فاوندیشن بود. اونها یک حرف او توی نوشتن اسم شرکت جا انداخته بودند و همین موضوع نظر یکی از کارکنان بانک رو سریع به خودش جلب میکنه. این تراکنش هم به حالت تعلیق در اومد. از 101 میلیون دلار باقی مونده باز 20 میلیون پرید. 81 میلیون بیشتر باقی نمونده. 81 میلیونی که مستقیم به همون 4 حساب توی فیلیپین رفته بود. FBI دیگه خودش وارد این قضیه شده بود. رد اون 81 میلیون رو میگیرن و متوجه میشن که به کجا رفته. با سرعت با بانک فیلیپین تماس میگیرن، ولی اینگار کسی توی بانک نیست. بانک تعطیل شده بود چون که این دوشنبه سال نو چینی ها بود.
اکثر کشورهای آسیای شرقی از جمله خود فیلیپین هم تعطیل شده بودند. این اتفاق شانسی نبود. هکرها توی برنامه ریزی یک نابغه بودند. The hackers quickly took the money out of the bank and into the casinos. Once the money enters the betting casinos, it is no longer traceable. پولشویی توی کازینوها با موفقیت انجام شد. پولها رو نقد کردن و در اولین فرصت فیلیپین را به مقصد ماکائو توی چین ترک کردند. الان دقیقاً همون زمانیه که هکرها بیان و تمام مدارک و رد پاهاشون رو از بین ببرند. اما توی این مرحله کارشناس‌های امنیتی جلوتر بودند. بدافزار رو تجزیه و تحلیل کرده بودن و یک سری اطلاعات دستگیرشون شده بود. نتیجه این اطلاعات یکم غیر منتظره بود، چون که هر بار به IP آدرس کره شمالی می رسیدند. این یعنی که هکرها توی کره شمالی هستند. عوض کردن IP توسط هکرها کار سختی نیست و شاید به عمد اون کشور را انتخاب کردند. اما بعید هم به نظر نمیرسه که خود IP واقعی بوده باشه. چون که شهری که پولها بهش منتقل شده بود ماکائو چین بود. این شهر جز محدود شهرهایی که پرواز مستقیم به کره شمالی داره. به هر حال پولها رفته بودن و دیگه دست کسی بهشون نمی رسید. این سرقت کاملا با برنامه بود که یک سری اشتباهات و بدشانسی ها 870 میلیون دلار رو پروند. ولی با این وجود بر اساس بعضی از معیارها این سرقت همچنان بزرگترین سرقت سایبری تاریخ محسوب میشه. بذارید از سرقتی براتون بگم که سارقها جونشون رو گذاشتن کف دستشون و با پای خودشون از یک مرکز الماس دزدی کردن. یک سرقت جذاب که توسط یک گروه حرفه‌ای انجام شد. اگه دوست دارید که اون ماجرا رو هم بشنوید، بهتون توصیه میکنم به هیچ وجه این ویدیو رو از دست ندید.